به خدا میکشم، جون مادرم میکشم. صدا مادر اینجا کجا زدی؟ کجا کار دارم؟ کشی؟ یه زدمه کجا داری میزنی؟ این بری چه خبره ای؟ چه بدبختی گرفته تا؟ چرا میزنی تو سر کله هم؟ آقا اجازه پارسال به ما گفته بود اسب آبی. خب پارسال بهت گفته، الان چرا پشتش هم میگیری؟ آقا چون دیشب تو تلویزیون تو راز وقا دیدیم اسب آبی چه شکلیه. بچه‌ها زنگ زبان داریم، میخوام امروز کلی مطلب انگلیسی خوب یاد بگیریم. فقط میخوام ببینم سطح زبانتون چطوریه. آقا سطح زبانمون نرم به مرطوبه. ببندو دهنه ده حال ما نبرزنه. حمید شربتی، سورپرایز یعنی چی؟ یعنی غافلگیر شدن. آفرین. حالا یه مثال بزن. آقا یعنی مثلا میگه تولد شما باشه، دور کمرتو اندازه بگیریم برات روسری بگیریم. خاک تو سرت کنم. معماریان مورفین یعنی چی؟ آقا اجازه مور که یعنی بیشتر، فینم که یعنی پس میشه بیشتر فین کن برای سلامتی. مورفین یعنی بیشتر فین کن. شعور نداری، زیادم ازت توقع ندارم. Teacher, help me. What's happened? I need go to WC. No, sit down. Please, Dashuri. No problem. Go. Yes. Hello, I need tomato. What do you want it for? My teacher wants to cook omelette. Your service. Thank you very much. Go. آقا اجازه، آقا میدونید تو خارج فقط اسکولا میرن مدرسه؟ برای چه وقت؟ کی گفته؟ چون به مدرسه میگن اسکول. بازم یه چیزی یاد گرفتم حتما بهتون یاد میدم. خاک تو سرت کنن. وای حرف زدن. اما تبریزی تو چرا عینکی شدی؟ چشامون ضعیف شده. برای چه عینکی شدی؟ شما گفته میخوای زبانت قوی بشه فیلم خارجی زبون هستی نگاه کنین تا قوی بشه. والا قوی نشد هیچ چشامونم ضعیف شد. یعنی خاک تو سر درازتون هم کنن. چیکار کنی؟ مهدی تبریزی. What time is it؟ عمت گوزید. خفه شو بیشور. اصلا میدونی دلیل تجدید آوردن شما چیه؟ آقا اجازه علتش امتحان گرفتن شماست. ببندو دهن گالده. معماریان What's your job؟ No. What's your job؟ آقا چرا عصبانی میشی؟ خب yes. آقا شمی آقا. آقا ابوالفضل از زمانی که دزگیر بس کردید یک ماه طویل نمیگیری. آقا ساعت چنده؟ واسه ساعت چند خودتو کوچ کرده بودی شیطون بلا. آقا اجازه برو تو اتاق به انگلیسی چی میشه؟ میشه go to room. چی؟ go to room. go to room. بابا آقا معلم به خودت چرا توهین میکنی؟ شما تاج سری داداش. میام اونجا با سیلی کورت بکنم. خرابش نکن. نات ببینی آقا. آیا امینی یه جمله با معنی باحالی بگو تا کیف کنیم. Only God can judge me. خوی معنیش چیز الان؟ یعنی فقط خدا میتونه منو قضاوت کنه. Susmaz gönlümün yarası. Çık gel Allah'ın رحمت بر belası. پدر و مادرت. Öyle zor değil ki. جانم بابا جان بفرما. آقا معلم بابام لواشکمو برداشته. بابات کیه؟ مهدی امینی. آقای مهدی امینی چرا لواشکای آقای برداشتی؟ ماشاءالله چه بچه عزیزی ماشاءالله. پسرم بزرگشی میخوای چه کاره بشی؟ میخوام خوشحال بشم. نه انگار معنی سوال منو نفهمیدی. نه آقا شما معنی زندگی رو نفهمیدی. Biz buradayıq buralara gəlin. Günümüz günahdır gönümüz gəlin. Hayat آقا میخوای ما رو بزنی؟ نه این شمایید که باید منو بزنید.
حتما من خوب شما رو درس ندادم. آقا ما هیچ موقع همچین جسارتی نمی کنیم. نه شما باید منو بزنید. آقا من هیچ موقع همچین غلطی نمی کنم آقا. بزن، شما باید منو بزنید. من معلم خوبی نبودم، شما رو خوب درس ندادم. بچه‌ها شما شاهد باشید، ناموسا خودش داره میخاره. نه شما باید منو بزنید. آمدی استاد؟ خدا لعنتت کنم ایتی تبریزی. یه سوال ازتون میپرسم، هر که جواب داد میذارم بره خانه. کی بود؟ ما بودیم. خداحافظ. خداحافظ داداش. سلامت باش. خداحافظ. Teacher, you do not take exam today. داش مرتضی چشان داداش مخلصتم. الو داداش کجا رفتی پتو؟ داش محمد داداش این قلیونه داره میسوزه، دست داش حمیدو بگیر پاشو بیادی بابا. رفتی قهوه خونه چی میکشی؟ دوسی به داداش، دوسی پر رو ها. داداش جان من یه دوسی هم واسه من بگی من الان میام. یا منتظر چشای منی ارباب، نوکرتم. خداحافظ. بچه‌ها دارم میان. Who is this brother? Ahmed brother. The class going to بیرون and the first night going to قهوه خونه and the 2 apple and 8 banana the first night the fourth night I'm nasach baby. Oh my god, I'm nasach. I need hulu hash banana. Don't worry, please wait. I am درستش میکنم. The first night the city برام قهوه خونه. Got the mice. We going. Oh my god! My brother tell me به منم بگو. Please wait. حضرت عباسی my uncle is dying. I teacher my die is uncle. چی شده؟ چه بدبختیه ای؟ انکل بود. یه دو میتیو یا علی یه تو بلای. چه مرگتانه؟ Please wait. Everything my friend. Go to my home به صرف نهار. تو ختم my uncle. نهار چیه؟ لازانیا. Come here. Dindirin. Sit down dirin. Dindirin.